امروز توی این ویدیو قرار فوتبالیستا رو با ایموجی حدس بزنیم. قانون بازی خیلی ساده است. به ما یه سری ایموجی نشون داده میشه مثل بز، یه پرچم و یه جام و ما باید حدس بزنیم این ایموجی دارن کدوم بازیکن رو توصیف میکنن. اما این چالش قرار نیست به این آسونی باشه، چون ما قراره با ایموجی های روبرو بشیم که نتونیم به سادگی حدسشون بزنیم. هر کدوم از این چالش ها نسبت به سطحشون امتیاز داره که شما همراه با من باید مسابقه بدید و امتیازاتون رو توی کامنت ها بنویسید. کسی که بیشترین امتیاز رو بگیره برنده چالش این ویدیو، یعنی حدس بازیکن از روی ایموجی میشه. آماده اید؟ پس بریم شروع کنیم. خب بچه‌ها، امروز قرار بهتون ثابت کنم هیچ کسی هوش فوتبالیش اندازه من نیست. باز رونالدو دیگه هوش فوتبالی. اوکی؟ بعدی هنرمند بلژیکی کوین د بروینه. اسمم خیلی سرده. کوین د بروینه. اوروگوئه است، موشک، سرعت داره، قویه. به جز سوارز کسی دیگه تو ذهنم نمیاد واقعیت. والورده بود. این خیلی سخته واقعیت، من اصلا نمیتونم. انقدر که من با موام دارم. مسیه، این جواب بده تا تمام نشده. مسی. بعدی دروازه‌بان ایتالیایی دوناروما. اوه چه عکسی، رخ عقاب. آرژانتینیه، بچه است یا شبیه مثلا کم سن و ساله. دیبالا. وای گارناچو بود. امباپه. لایک پشت پرچم فرانسه، توپ امباپه. هوش فوتبالی، هوش سرشار، هوش فوتبالی به این دیگه. اسپانیا جام اوقا خیلی میتونه باشه. اینیستا میتونه باشه، ژاوی میتونه باشه. اگه الان باشه یا پدری یا رودری. هاج خیلی بالا گفتم. نروژ، شماره 9 ارلینگ هالند. اون استیکر چی؟ میگم استیکر ایموجی چه نقشی داشت؟ ارلینگ هالند. پرچم آرژانتینیه. اون فوتبالیست چیه؟ دیماریا. آنخل دیماریا. هیچ وقت نتونستم اسمشو درست آنجل یا آنخل رو نفهمیدم. آلمانیه. اولین کسی که ذهنم میاد تونی کروس. خیلی حس میکنم یه جو در اونم نهفته شد. بعدی برزیل و پرچمش اومده بازی خوش تیپیه. نیمار جونیور یا نیماره. وینیسیوس نیست قطعا. نیمار بود. مارسلو هم میتونست باشه ولی اوکی. این هم از اسپانیاییه. خب خیلی ها میتونن باشن. یامال فنیه، یعنی پدری بود. اوکی. آرژانتینیه، دروازه‌بان مارتینز. امیلیانو. آره امیلیانو مارتینز، درست گفتم. بعدی پرچم کشور مصر اگه باشه محمد صلاح. بس اومد بود محمد صلاح. فرانسه مالا کجا؟ دمبله. گریزمان، آنتوان گریزمان. اینم نروژه. مارتین اودگارد دیگه، به جز این دوست عزیز برادر دیگه نمیشناسم. مارتین اودگارد. لهستان لواندوفسکی. آره حالا یکی دیگه در نیاد.
بگو که لواندوفسکی. بعدی دروازه‌بان برزیل آلیسون بکر. برادر خیلی درازن، یعنی قدشون خیلی بلنده. بکنم عنکبوت واسه همین بود، نمیدونم. برزیل بچه مارسلو نه ای من گیر دادم به مارسلو. وینیسیوس قطعا با اون استیکری که اون، چرا میگم استیکر، با اون اموجی که اون اول گذاشته، قطعا وینیسیوسه. آره وینیسیوس. حالا به طرفداران وینیسیوس توهین نشه، شوخی کردم. فرانسه خب خیلی میتونه باشه. دمبله، کاماوینگا. لحظه آخر پرچم کرواته. به نظرتون کروات کی میتونه باشه که خیلی معروفه؟ لوکا مودریچ. کراش دوران بچگیم، دروازه‌بان آلمانی مانوئل نویر. هنوزم تا هنوزه واقعا خیلی خب خدایی خوبه دیگه. این چقدر عجیبه. بگو که مارسلوه. دفاع بود. هوش فوتبالیم حس میکنم داره یکم خدشه دار میشه دوستان. هری کین. هوش فوتبال هری کین. بعدی پرتغالیه، برونو که نیست. ژائو فیلیکس. یکم از چیزی که فکر میکردم سخت تره. بگو که دمبله. وای حس میکنم خیلی دارم تقصیر من نیست، خیلی از اموجی هاش ربطی نداره. این مثلا برونو فرناندزه، اوکی خب، ولی یه سری از اموجی هاش واقعا ربطی نداره. خب دیگه مرسی که تا اینجا تماشا کردید، به هوش فوتبالی من پی بردید. تاج قطعا مال منه. دوستتون دارم. تا یه ویدیو اصلا نفهمیدم چند تاشو جواب دادم. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه لایک و ساب یادتون نره. خدا نگهدار.